یکی از اقوام ما جراح ارتوپده. توی این رشته طرف مثلا با موتور تصادف کرده و برای اصلاح شکستگی باید استخوان رو با دریل مخصوص سوراخ کنه. میدونم یکم شبیه فیلم‌های ترسناکه، اما در این کار یه فرایند معمول به حساب میاد. حالا این دوست ما میگفت موقع جراحی تفاوت‌های عجیبی بین استحکام استخوان آدم‌های مختلف میبینه. میگفت استخوان بعضیا خیلی سریع سوراخ میشه، ولی در برخی دیگه مثلا باید 30 ثانیه تلاش کنیم تا سوراخ رو ایجاد کنیم. یه تفاوت مهم آدم‌هایی که استخوان‌های محکم‌تری دارن در فعالیت بدنیشونه. اینجا یه سازوکار خیلی جالب وجود داره. توی استخوان‌های ما یه جور حسگر فشار هست. وقتی عضلات منقبض میشن، استخوان‌ها هم تحت فشار قرار میگیرن و این حسگرها به سلول‌های توی استخوان پیام میدن تا تراکم رو افزایش بدن. بنابراین پشت میز نشینی خودش یکی از عوامل خطرساز به حساب میاد و باید با فعالیت بدنی کافی جبرانش کنید.